بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت. ما رسیدیم به یک حکایت دلنشین دیگر از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی. این حکایت نیز مانند دیگر داستانها و حکایتهای سعدی بسیار دلنشین و پر از پند و نصیحتهای خوب و بلند است. سعدی می‌فرماید مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد. یک مردم آزار، یک انسانی که مردم را آزار و اذیت می‌کرد، با یک سنگ بر سر یک انسانی نیکو زد. درویش را مجال انتقام نبود. این شخصی که با سنگ در سرش زده بودند نمی‌توانست انتقام بگیرد. چرا؟ چون قدرت نداشت. اما سنگ را گرفت. سنگ را با خود همی داشت تا وقتی که ملک را بر آن لشکری خشم آمد و او را در چاه کرد. روز گذشت و پادشاه آن مردم آزار را به خاطر کارهایش در یک چاه انداخت. درویش آمد و سنگش را در سر انداخت. درویش آمد بالای چاه، با سنگ در سر آن مردم آزار زد. مردم آزار گفتا تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی؟ گفت ای شخص، ای انسان، تو کی هستی و چرا مرا با سنگ زدی؟ گفت من فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زدی. گفت من همون کسی هستم که در آن روز که قدرت نداشتم تو با سنگ مرا زدی و این سنگ همان سنگ است. گفت چندین وقت کجا بودی؟ مردم آزار گفت این همه سال گذشت، این همه مدت گذشت، این همه وقت در کجا بودی؟ گفت از جاهت می اندیشیدم، اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم. از جایگاه و مقامی که داشتی من می ترسیدم. حال که جای بلند داشتی من می ترسیدم، اکنون که در چاه پست هستی تو را می زنم و فرصت را غنیمت شمردم. جاه، چاه، این یک درس دیگر برای کسانی است که اهل ظلم هستند. همیشه در جاه نخواهی ماند. روز هم می رسد که چاه نصیبت می شود. اگر هم چاه دنیا امرت به چاه دنیا کفاف نداد، مغرور مشو که در آخرت چاه آتش منتظرت است. ناسزایی را چو بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. یک انسان نالایق که قدرت و ثروت مقام دارد، دیگر خردمندان کار با او نمیتوانند بکنند. چرا؟ او همه را زندان میکند، همه را به قتل میرساند، همه را شکنجه میکند. چون نداری ناخونی در رند تیز، با ددان آن به که کم گیری ستیز. چون قدرت نداری بهتر است که کمتر جنگ را شروع کنی. هر کی با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. هر کی با کسانی که قدرت دارند پنجه در پنجه شد، ای ساعدی بیچاره خودش را اذیت آزار میکند، چون زورش نمیرسد. باش تا دستش ببندد روزگار، منتظر باش تا روزگار یک روز دست او را هم میبندد. پس به کام دوستان مغزش برآر. پس آن روز است که تو باید انتقام خود و انتقام ستم‌هایی که در حق تو داشتند را کاملا عقلی و شرعی از او بستانی. این اشاره به یک آیه قرآن دارد که و تلک الایام نداولها بین الناس. خداوند روزگار را بین مردم میگذراند. روز یک شخص در جاه است، روز دیگر در چاه است. یک روز ناخون تیز ندارد، روز دیگر مانند شیر می جنگد و حق خود را می گیرد. یک روز دستی باز دارد، روز دیگر روزگار دستش می بندد. انشاءالله که خداوند تمام ظالمان را
با عذاب آتش هم در دنیا و هم در آخرت آنها را خوار و ذلیل بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.